بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، اگر ما میخواهیم که ویندوز را در کامپیوتر توسط فلش اینستال کنیم، اولا ما باید فلش خود بوتیبل کنیم. پس دوستان عزیز، در درس امروزه ما شما بالای عجیب بحث میکنیم که چطور میتونیم فلش خود بدون کدام سافتویر، بدون کدام اپلیکیشن توسط برنامه CMD بوتیبل کنیم. پس اولین کاری که ما به خاطر بوتیبل کردن فلش خود انجام میدیم، توسط CMD در قسمت میم در استارت مینو و CMD تایپ میکنیم. بعد از یک CMD تایپ کردیم در قسمت میم و یا رایت کلیک میکنیم. اگر رایت کلیک نمیکنیم در قسمت میم رن از ادمنستریتور، انت یک صفحه کنسول بر ما در قسمت میایه. بعد از در قسمت ما چی میکنیم؟ نوشته میکنیم دسک پارت. خب دسک پارت چی است؟ مایکروسافت دسک پارت یک یوتیلیتی یا یک اپلیکیشن است که در داخل خود مایکروسافت ویندوز بلتن یا از قبل ساخته شدگی است که به خاطر اداره، مدیریت یا منیج کردن دسک ها، پارتیشن ها و والیم هایی که در داخل سیستم ما هست استفاده میشه. وقتی که ما دسک پارت در قسمت CMD کماند دسک پارت تایپ میکنیم، اینجا مایکروسافت دسک پارت امرای ما می. خب مراحل بعدی که ما شما به خاطر بوتیبل کردن فلش خود انجام میدیم، در قسمت میم تایپ میکنیم لیست دسک تا از آگاه شویم که چند دسک در داخل خود سیستم ما فعلا موجود است. پس در قسمت شما ببینیم یکی و دومش چی است؟ دسک 29 GB است که البته فلش هم است که شما باید فلش تانه در داخل کامپیوتر جابجا کرده باشید. بعد از در قسمت ما شما چی میکنیم؟ فلش یا دسک را که ما شما میخوایم در داخل او را بوتیبل کنیم، او را ما شما انتخاب میکنیم. پس من در قسمت میم نوشته میکنم select کو دسک 1. چرا؟ چون که در داخل دسک 1 ما میخوایم که بوتیبل خود انجام بده. انتر میکنیم. در قسمت دسک 1 ما انتخاب شد. بعد از این ما چی میکنیم؟ کلین. ما چی کردیم؟ در قسمت آمدیم فلش خود دیتایی که در داخل فلش ما بود ما او را پاک کردیم یا کلین کردیم. پس دوستان عزیز متوجه باشین اگر کدام دیتای مهم در داخل فلش شما هست، قبل از این که شما او را کلین کنین میشه که از یک بکاپ بگیرین، او را کپی کنین تا که اون دیتای شما از بین نره. خب بعد از این وقتی که کلین کردیم در قسمت ما شما یک پارتیشن ایجاد میکنیم. پس در قسمت تایپ میکنیم create partition primary. اینجا یک پارتیشن ایجاد شد و در قسمت به خاطر از این که بهتر بفهمیم که چند پارتیشن فی الحال موجود است در داخل کامپیوتر ما، در قسمت نوشته میکنیم که list کو پارتیشن. یک پارتیشن موجود است، تایپشان پرایمری است. پس در قسمت ما چی میکنم؟ امیر انتخاب میکنم. select کو دسک میبخشیم پارتیشن 1. بعد از اینکه پارتیشن 1 در قسمت شما انتخاب کردین، حالا نوبت به این میرسه که ما شما ای را فرمت کنیم پارتیشن خود. دوستان عزیز متوجه باشین در داخل کامپیوتر ما دو نوع لگیسی سیستم یا بایوس سیستم داریم. یکیش لگیسی است و دیگه‌ش هم UEFI است. اگر سیستم کامپیوتر شما لگیسی است، شما باید فایل سیستم تانه NTFS انتخاب کنید. FS به معنی فایل سیستم، نیو تکنولوژی فایل سیستم NTFS انتخاب کنید. اگر کامپیوترهای شما UEFI است، شما باز در قسمت FAT32 را انتخاب میکنید. پس من FAT32 را انتخاب میکنم چون که بایوس سیستم کامپیوتر ما که هست UEFI است. و در آخر امروزی چی را اضافه میکنیم؟ کویک اضافه میکنیم تا که به شکل سریع بر ما فرمت انجام بده. اگر کویک نوشته نکنیم باز کم وقت میگیره. بعد از اینکه ما شما ایره فرمت کنیم کم وقت میگیره. خب ما موافقانه تانستیم پارتیشن خود فرمت کنیم در قسمت و بعد از این مرحله آخر ما چی است؟ اکتیو است. و در آخر چی بکنیم؟ اگزیت میکنیم. وقتی که اگزیت کردیم در قسمت فلش ما بوتیبل شده، ما شما چی میکنیم؟ در هر جایی که ست اپ ویندوز ما در قسمت میم
دی قسمت منیو اینجا امر اپلیکیشن ها هست، اپلیکیشن ویندوز 10. فقط شما ایره میگیرین، کنترل سی کاپی میکنین و میین در فلشی که بوتیبل کردین پیست میکنین و هرگاه که کاپی دی قسمت پیست خلاص شد، بعد از باز شما میتونین کی را در داخل کامپیوتر خود انستال کنین.